روزهای استراحتی هفته گذشته در شهر خوجند یارمارکه فروش ماه و محصولات کشاورزی تشکیل گردید. نرخ آن از بازارهای مقرری نسبتاً پست بود، ولی نوبسته به این نرخ و نوع یارمارکه رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده را نگران نمود. وی به مسئولین گفت امروز خلق به محصولات خوب و خوشصفت احتیاج دارد. از این رو ارزش محصولات یارمارکه را نسبتاً پست نموده به مردم پیشنهاد نماید تا نرخ به آنها دسترس باشد. چند بود؟ 18 بود. 18 نویس. من بگو بای با نوبت چی بود؟ فهمیدی؟ بازی همین ای ادامه. دو ماشین در آن بود. بازی این اینجا اون جانه خود. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوق هنگام از نظرگذرانی یارمارکه فروش محصولات کشاورزی اظهار نگرانی کرد. وی به مسئولین ساحه کشاورزی گفت هر کار باید صدق‌دلانه انجام داده شود و به عملهای ساختکاری راه باید نداد، چون که خلق به ما باور دارد. خزان بیلی امور ساختگاه کیلو چند بوده های؟ 32 بشکو 30 سامان کن دویست اینجا سی سامان رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده همراه گروه کاری خود تمام محصولات‌های به یارمارکه گذاشته شده را از نظر گذرانده خود با آنها مبلغ فروش را پیشنهاد و تصدیق کرد تا به اهالی شهر خوجند نرخ دسترس باشد. خدا تا سال آینده هم با صحت سلامت اینجی بدیم سری پروژه هم کارمندای ساختمان‌های حکومت با پگاه هم تشکیل بکنیم پسی فردا هم همین حرکت کرده از این ما 20 تا 30% ارزان نرخ بازار. در یارمارکه فروش ارد 220 سومانی، روغن 70 سومانی، گوشت 50 سومانی، برنج 9 سومانی، سبزی 1 سومانی و کارتوشکا 2 سومان و 80 درم را تشکیل نمود. این نرخ نسبت به بازار 10% ارزان تر بود. گزارش مفتوشکور و نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.